اپلای کنم برای کارهای دیگه و فلان. و یه راهی که انگار I didn't even know this exists، انگار مثلا یه راهی که اصلا من نمیدونستم وجود داره و بعد چشت میفته و نگاه میکنی میبینی من قابلیت اینو دارم که تو این لحظه انتخاب کنم ایموشنی که دارم باهاش دیل میکنم. قابلیت اینو که دیگه اخراج نشده باشم رو ندارم، ولی قابلیت اینو دارم که چطور با این اخراج دیل کنم و این بالاترین لول آزادیه. ما آزاد نیستیم شرایط رو انتخاب کنیم، ما آزادیم نگرشمون رو به شرایط انتخاب کنیم و این شرایط همیشه برای ما خوبه. همیشه زندگی داره اون گایدد مثالی که گفتم، اونی که ما همیشه هدایت شدیم بعضی موقع این شکلیه و واقعا بعضی موقع اسمشو میذاریم بن‌بست، در حالی که سوامی ویوکاناندا میگه تو وقتی داری از خط پایان عبور میکنی به نظر میاد خط پایان اون قدمی که برمیداری که ربان پاره میشه اون قدم نهایی بوده، در حالی که تک تک قدمایی که در طول مسیر برداشتی، حتی اون جایی که به یه مانع خوردی و مجبور شدی دور بزنی برگردی، اون قدم‌ها به اندازه اون قدم آخر مهم بودن. What is on the way is the way. موانعی که سر راهتن جزوی از راهتن، موانعی که سر راهتن و این یه باوره و یک بار برای همیشه من تکلیفمو با زندگی روشن میکنم که موانع سر راه من هدایایی هستند که من قراره از طریقشون رشد کنم. چرا؟ چون زندگی میدونه که من در آینده تو همین مسیر به توانایی هایی که از طریق مقابله با این موانع ایجاد میکنم توی خودم احتیاج دارم.